خب تو این ویدیو قراره از دریچه فلسفی و تحلیلی به جهانبینی خیام نزدیک بشیم. نه فقط به عنوان یک شاعر، بلکه به عنوان متفکری که تو یکی از پرآشوب‌ترین دوران تاریخ ایران سعی در یافتن معنا و پاسخی برای پرسش‌های ابدی بشر داشته. نگاه ما هم تاریخی خواهد بود تا بتونیم جایگاه اون رو توی بستر زمانش درک بکنیم و البته تحلیلی تا بتونیم لایه‌های پنهان اندیشه‌هاش رو که در قالب کلماتی قدرتمند بیان شده بشکافیم. خب وقتی نام خیام به وسط میاد، ذهن‌های ما بیدرنگ به سمت رباعیات اون و مفاهیمی چون لذتگرایی، دم غنیمت شماری و شاید نوعی بدبینی فلسفی بره. اما خیام خیلی فراتر از یک شاعر رباعی سراست. اون توی دوران خودش که توی اوایل یعنی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری بوده، یکی از برجسته ترین دانشمندان جهان اسلام بود. ریاضیدانی چیره دست بود که توی حل معاملات درجه سوم گام‌های بسیار بلندی برداشته و البته ستاره شناسی دقیق که تقویم جلالی رو با کمترین خطا تنظیم کرده و فیلسوفی که پرسش‌های بنیادین هستی رو با نگاهی شکاکانه و زمینی موشکافی کرد. 4 تا رباعی انتخاب کردم که قرار اون رباعی‌ها رو بررسی بکنیم. این رباعیات لزوماً مشهورترین ها نیستن، بلکه اونهایی هستن که پنجره روشنتری به روی تفکر عمیق اون باز میکنن. خب پیش از ورود به تحلیل رباعی‌ها مهمه که ما دستگاه فکری خیام رو کمی بشناسیم. اون تو دورانی زندگی میکرد که فلسفه مشا یعنی ارسطویی و کلام اشعری و معتزلی در اوج بحث و جدل بودن. تعصبات مذهبی گاه شدت میگرفتن و فضای آزاداندیشی هیچ وقت فراهم نبود. تو چنین فضایی خیام با تکیه بر خرد و دانش تجربی خودش مخصوصاً توی ریاضیات و نجوم به مسائلی مثل متافیزیک و الهیات با دیدهش تردیدآمیزی نگاه میکرد. اون به جای پذیرش پاسخهای آماده و جزمی ترجیح میداد سوال مطرح کنه. این روحیه پرسشگری و شک‌گرایی هسته اصلی تفکر خیام رو تشکیل میداد. حالا بریم سراغ رباعی اول. چون عهد نمی کند کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را. می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه، بسیار بتابد و نیابد ما را. خب این رباعی به شکلی بسیار صریح یکی از مضامین کلیدی اندیشه خیام رو بیان میکنه. اون چیه؟ عدم قطعیت آینده و در نتیجه لزوم توجه به حال یا اکنون. خیام با گفتن چون عهد نمی کند کسی فردا را داره به ناتوانی بنیادین انسان توی تضمین یا حتی پیشبینی دقیق آینده اشاره میکنه. این عدم قطعیت پایه و اساس دعوت اون به خوش کردن دل شیدا در زمان حاضره. اون آینده رو قلمروی ناشناخته و خارج از دسترس میدونه و در مقابلش اکنون رو تنها واقعیت ملموس و قابل تجربه معرفی میکنه. از منظر فلسفی این تأکید بر حال میتونه نوعی واکنش به آموزه هایی باشه که زندگی این جهانی رو مقدمه‌ای بر جهان دیگر میدونه و لذت‌های دنیوی رو بی‌ارزش یا حتی گناه‌آلود میشمره. خیام با این رباعی ارزش رو به لحظه زیسته، به تجربه بیواسطه حیات منتقل میکنه. دعوت به می نوشیدن به ماهتاب صرفاً یه توصیه به باده‌گساری نیست، بلکه استعاره‌ای از غنیمت شمردن لحظات خوش و زیبایی‌های زودگذر زندگی پیش از اون که فرصت از دست بره. ماهتاب و زیبایی‌های اون نمادی از همین فرصت‌های گذر است. خب نگاه تاریخی و تحلیلی به ما میگه که این نگرش خیام ریشه در مشاهدات دقیق اون از طبیعت و گذر زمان داره. اون به عنوان یک منجم به خوبی از پدیده‌های تکرار شونده و در عین حال بی‌اعتنای کیهانی نسبت به سرنوشت انسان آگاه بود. ماه بسیار بتابد و نیابد ما را بیانگر همین بی‌تفاوتی کیهان
و ناپایداری وجود فردی انسان. این آگاهی از فناپذیری به جای سوق دادن به یأس مطلق، اون رو به سمت ارزش‌گذاری بر تنها سرمایه قطعی انسان، یعنی چی؟ زمان حال، هدایت میکنه. این نگاه و این دیدگاه شباهت‌هایی با برخی جنبه‌های فلسفه اپیکوری هم داره. در نهایت این رباعی دعوتیه به یک زندگی آگاهانه در اکنون. خیام از ما میخواد که با پذیرش محدودیت‌ها و ناپایداری‌های وجود تمرکز خودمون رو بر کیفیت تجربه لحظه حال بگذاریم و روی لحظه حال سرمایه گذاری کنیم. این پیام ورای زمان و مکانه. همچنان بر انسان مدرن که معمولاً درگیر اضطراب آینده و حسرت گذشته است هم طنین انداز میشه و البته قابل تأمله. خوشی مورد نظر خیام لزوما یه خوشی سطحی نیست، بلکه میتونه به معنای درک عمیق و قدردانی از خود زندگی در لحظه‌ای باشه که ما در اختیار داریم. خب بریم سراغ رباعی دوم. دارنده چو ترکیب تبای آراست، از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این سور عیب کراست. این رباعی یکی از جسورانه ترین پرسش های فلسفی خیام رو مطرح میکنه و مستقیما به مسئله وجود شر و نقص در آفرینش میپردازه. خیام با فرض وجود یک دارنده یا خالق که ترکیب تبایع یعنی جهان و موجودات رو آراسته و به وجود آورده، بلافاصله سوال اصلی رو پیش میکشه: چرا این آفرینش دارای کم و کاست و نقصه؟ این سوال بنیان بسیاری از بحث‌های الهیاتی و فلسفی در طول تاریخ بوده و خیام اون رو با ایجاز و قدرت کم نظیری بیان میکنه. منطق خیام تو این رباعی یک استدلال دو وجهیه که راه رو بر پاسخهای ساده هم میبنده. اون میپرسه اگر این آفرینش یعنی سور یا شکلها نیک و کامل بود، چرا باید در معرض شکستن و فنا و زوال باشه؟ و اگر از ابتدا نیک نیومد و ناقص بود، پس عیب و مسئولیت این نقص با کیه؟ آیا جز با آفرینندشه؟ این پرسش به طور ضمنی کمال مطلق و علم مطلق خالق رو حداقل اونجوری که به طور سنتی تصور میکنیم به چالش میکشه. از دیدگاه یه تاریخ اندیش یا مورخ تاریخی، این رباعی بازتابی از روحیه علمی و خردگرایی خیام هم هست. خیام که با نظم دقیق ریاضیات و نجوم سر و کار داشته، به احتمال زیاد با مشاهده بی‌نظمی‌ها، رنج‌ها و فناناپذیری در جهان زیستی و انسانی دچار این پرسش بنیادین شده. این نگاه با نگاه برخی فلاسفه که معمولاً سعی می‌کنند توجیه شرور بودن و نواقص عالم رو به عنوان بخشی از یک طرح بزرگتر و غیر نهایی معنا بکنند در تضاد قرار میده. خیام به سادگی این توجیهات رو نمیپذیره و سؤال رو به شکل عریان مطرح میکنه. اهمیت این رباعی در طرح بی پرده Problem of Evil هست، یعنی مسئله شر و مسئولیت خالق در قبال آن. خیام پاسخ نمیده، اما قدرت رباعی در خود سؤال نهفته است. این سؤال انسان امروزی رو به تفکر وادار میکنه که چگونه میتونه بین باور به یک خالق قادر و خیر مطلق با وجود نقص و رنج در جهان سازگاری ایجاد بکنه. این چالش فکری قرن هاست که ذهن متکلمان و فلاسفه رو به خود مشغول کرده و رباعی خیام یکی از معجزترین و نافذترین صورتبندی های این چالش فکریه. خب بریم سراغ رباعی سوم. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. این رباعی تعریف خیام از جاودانگی و زندگانی رو
به شکلی خیلی ملموس و زمینی ارائه میده. برخلاف تصور رایج از جاودانگی که معمولاً به عنوان امری پس از مرگ، خیام جاودانی رو در کیفیت تجربه اکنون جستجو میکنه. عمر جاودانی برای اون همین لحظه است که با مصرع گل و باده و یاران سرمست سپری میشه. اون ارزش غایی رو نه در آینده نامعلوم، بلکه در اوج لذت و سرخوشی حاصل از همراهی با دوستان، زیبایی‌های طبیعت و لذت‌های زمینی می‌بینه. فلسفه پشت این ربایی یه جوری باز تعریف ارزش‌ها هم هست. خیام حاصل و نتیجه دور جوانی و کل زندگی رو همین لحظات ناب خوشی معرفی میکنه. این نگاه یا این دیدگاه کاملا انسان محور و تجربه گراست. اون به جای دل بستن به وعده های متافیزیکی یا نگرانی درباره گذشته یا آینده، تمام معنای زندگی رو توی کیفیت تجربه زیسته حال حاضر خلاصه میکنه. مصرع خوش باش دمی که زندگانی این است تأکیدی قاطع بر همین اصله. یعنی زندگی واقعی همین دمهاییه که آگاهانه و با لذت سپری میشه. این دیدگاه رو میتونیم یه نوع اپیکوریسم ایرانی هم قلمداد کنیم. تأکید بر لذت‌های ساده، دوستی، زیبایی‌های طبیعی و پرهیز از دلمشغولی‌های بیهوده، یادآور آموزه‌های اپیکور فیلسوف یونانیه. با این حال لحن خیام شاید کمی شوریده‌تر، آمیخته‌تر با آگاهی عمیق‌تری از فناناپذیری هم باشه. اون تو زمینه فرهنگی و تاریخ خودش با این ربایی در برابر ریاکاری‌ها و سختگیری‌های زاهد نمایانه اون موقع و اصالت رو به تجربه شخصی و شادی انسانی نسبت میده. خب پیام این ربایی برای انسان امروز دعوتیه به یافتن معنا در لحظات کوچک و بزرگ شادی و ارتباط انسانی. تو جهانی که اغلب به دنبال دستاوردهای بزرگ و آینده درخشان هستیم ما مردم، خیام یادآوری میکنه که جوهر زندگی ممکنه تو همین تجربه های ساده و گذرای خوشی نهفته باشه. جاودانگی مورد نظر خیام نه طول عمر، بلکه عمق و کیفیت تجربه زیستنه. این ربایی فراخوانیه برای زندگی کامل در لحظه که به ما ارزانی شده. و سرانجام میرسیم به چهارمین ربایی که اوج شک‌گرایی خیام در باب اسرار هستیه. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. این ربایی چکیده جهانبینی آگنوستیک خیامه. آگنوستیک یعنی لاادری گرایانه. اون با قاطعیت ناتوانی انسان یعنی من و تو رو تو فهم اسرار ازل و خواندن حرف معمای هستی بیان میکنه. این ندانستن یک ندانستن فراگیره که شامل همه از جمله خود ربایی سراست. خیام هیچ ادعایی مبنی بر داشتن پاسخهای نهایی نداره و دقیقاً همین اعتراف به ندانستن نقطه قوت نگاه فلسفی خیامه. مفهوم پس پرده استعاره کلیدی این رباییه. تمام بحث‌ها، جدل‌ها، نظریه پردازی‌های فلسفی و کلامی ما درباره حقیقت غایی به زعم خیام یعنی گفتگوی من و تو در این سوی پس پرده است. اما حقیقت نهایی یا آنچه پس پرده قرار داره برای ما توی این زندگی قابل دسترس نیست. اون با نگاه واقع بینانه مرزهای شناخت انسانی رو ترسیم میکنه و از تلاشهای بیهوده برای گشودن رازهایی که گشودنی نیستند پرهیز میده. اوج نگاه تراژیک و در این حال واقع بینانه خیام توی بیت دوم معنا میشه. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. این عبارت رو میتونیم به دو شکل تفسیر کنیم. تفسیر اول به نظر من محتمل تره. میگه که با فرارسیدن مرگ یعنی افتادن پرده حیات
دیگه من و تویی وجود نداره و اون یعنی من و تویی وجود نداره که اون اسرار رو بفهمه. پس جستجو تو این زندگی بیفایده است. چرا؟ چون شرط لازم برای فهمیدن وجود ماست که از بین رفته. تفسیر دوم یه ذره دورتره. شاید اشاره به این داره که حتی اگر حقیقتی پس از مرگ آشکار بشه، آن من و توی این جهانی دیگر وجود نداره. در هر دو حال پس نتیجه یکیه. تمرکز باید بر همین زندگی و همین گفتگوی انسانی باشه. این ربایی دعوتیه به فروتنی معرفت شناختی. خیام به ما یادآوری میکنه که در برابر عظمت و پیچیدگی هستی دانش ما محدوده. پس به جای درگیر شدن توی بحث‌های بی‌پایان متافیزیکی که پاسخ قطعی هم براشون نیست، بهتره به اون چه در دسترسه، یعنی زندگی، خرد، تجربه و ارتباط انسانی بپردازیم. این نگاه اگرچه ممکنه برای عده‌ای یأس‌آور به نظر برسه، اما میتونه رهایی بخش هم باشه. رهایی از بار سنگین تلاش برای یافتن پاسخهایی که شاید هرگز یافت نشه و تمرکز بر ساختن یک زندگی معنادار در همین جهان شناخته شده. خب تو این ویدیو من سعی داشتم سفر کوتاهی به جهان اندیشه خیام بندازیم و اینجا متوجه شدیم که خیام خیلی فراتر از شاعر باده و سرمستی، یه فیلسوف ژرفاندیش، شکاکی صادق و البته انسانی دردمند بوده که با شجاعت بنیادی ترین سوالات هستی رو مطرح میکنه. خیام به جای دل بستن به موهومات یا تسلیم شدن به جزم‌اندیشی، ما رو به خردورزی، تجربه زیسته و غنیمت شمردن اکنون دعوت میکنه. شاید راز ماندگاری خیام هم تو همین باشه. خیام آینه در برابر دغدغه‌ها، تردیدها و امیدهای همیشگی انسان و البته با زبانی ساده و هنرمندانه ما رو به تفکری درباره جایگاه خودمون در این جهان پهناور دعوت میکنه. امیدوارم که دوست داشته باشید و لذت برده باشید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید اگر سابسکرایب نکردید و اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی چیزی دارید تو بخش کامنت ها برای من بنویسید. خیلی دوستتون دارم. شاد باشید. خدا نگهدار.